جزیره‌ای که در آن مردم عجیب زندگی می‌کنند که ورود به آن ممنوع می‌باشد. جزیره دورافتاده در قلب اقیانوس هند، قبیله‌ای که هزاران سال در آن زوا زندگی کردند و هیچ ارتباطی با دنیای تکنولوژی ندارند، جایی که هر کسی که به آنجا برود باز نمی‌گردد. اینجا سنتینل شمالی است، خانه مرموزترین و خطرناکترین قبیله جهان. در این ویدیو به اعماق رازهای قبیله سنتینلی ها سفر می‌کنیم، پس با ما همراه باشید. سنتینل شمالی جزیره کوچک 60 کیلومتر مربعی و پوشیده از جنگل است که در گوشه دورافتاده از خلیج بنگال قرار دارد و نزدیکترین جزیره به آن جزیره ساوث آندامان است که 50 کیلومتر از سنتینل شمالی فاصله دارد. در جزیره سنتینل شمالی مردم عجیب و مرموزی به اسم قبیله سنتینلی ها زندگی می کنند که با انسانهای دیگر هیچ ارتباطی ندارند. شکل زندگیشان مانند شکل زندگی ما قبل تاریخ است و آنها از هیچ نوع تکنولوژی و ابزار پیشرفته استفاده نمی کنند و اصلا زندگیشان شبیه زندگی انسانهای فعلی نیست. سنتینلی ها در کلبه های کوچک چوبی زندگی می کنند. سنتینلی ها حتی لباس هم نمی پوشند و حتی کشاورزی هم نمی کنند و فقط از راه شکار، ماهیگیری و استفاده از میوه های جنگلی غذای خود را به دست می آورند. گفته می شود که سنتینلی ها از 60,000 سال قبل به این جزیره آمدند. هیچ کسی نمی داند که قبیله سنتینلی ها به کدام زبان صحبت می کنند، چون سنتینلی ها به هیچ یک از زبانهای فعلی حرف نمی زنند. خیلی ها تلاش کردند که با سنتینلی ها ارتباط بگیرند و اطلاعاتی در مورد آنها به دست بیاورند، اما هر بار که تلاش کردند سنتینلی ها وحشیانه بالایشان حمله کردند و خیلی ها را سنتینلی ها از بین بردند. بعضی ها کوشش کردند که با بردن توفه به آنها بتوانند با آنها حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند. آنها اول پذیرفتند، اما باز هم دوباره به خشونت آغاز کردند. اما چرا سنتینلی ها این گونه رفتار وحشیانه می کنند؟ خیلی ها فکر می کنند که این قبیله ذاتاً خونریز و خشونت آمیز است، اما دشمنی آنها با مردمان دیگر از زمانی شروع شد که انگلیس ها در قرن 19 چند نفر از مردان و زنان پیر این قبیله را همراه 2 کودک دزدیدند و به یکی از شهرهای هند انتقال دادند. آنها به یک مریضی مبتلا شدند. چون بدن آنها هیچ مقاومتی در برابر مریضی های فعلی نداشت، در مدت چند روز مردند. انگلیس ها بقیه افراد قبیله را به جزیره بردند. چون آنها ویروس ها را با خود به جزیره انتقال دادند، باعث مرگ تعداد زیادی از سنتینلی ها شد. بعد از این حادثه سنتینلی ها به خشونت از سرزمین خود دفاع کردند و کسی را اجازه ندادند که وارد جزیره شود و به همین دلیل دولت هند دیگر ورود به این جزیره را ممنوع اعلام کرد و اگر کسی با 5 کیلومتری این جزیره هم نزدیک شود مجرم حساب می شود. نظر شما در مورد این قبیله چی است؟ آیا امکان دارد که با این قبیله ارتباط برقرار شود؟ در کامنت بنویسید. ویدیو را لایک کنید و برای ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.